روز بخیر. امروز میخوایم آبگوشت لوبیا درست کنیم. گاز رو روشن میکنیم، ظرف رو گاز میذاریم تا نصف آبش میکنیم. بعد لوبیا به سفید داریم، اونو داخل ظرفمون خالی میکنیم. بعد پیاز و سیب خرد شده داریم، اونا رو به لوبیامون اضافه میکنیم. و گوشت داریم، اونم اضافه میکنیم. یکم ادویه اضافه میکنیم. یکم هم نمک. بعد هم میزنیم و میذاریم تا جوش بیاد. وقتی که جوش اومد درش رو میبندیم و حدود 1 ساعت میکشه که آماده بشه. فعلا میذاریم در جوش بیاد، بعد درش رو میبندیم. امیدوارم که خوشتون